ساعت 7 است، تقریبا هم ساعت 9:30، ولی اینجا قلقله است از تو پارکینگش، یعنی میشه گفت که خیلی شلوغه. اصلا فکر نمی‌کنین که مثلا ساعت 9:30 باشه، اینجا تا ساعت 12 بازه دیگه. خلاصه گلوبال ویلیج یک مجموعه‌ایه که پر از غرفه‌های مختلف کشورهای مختلفه و توی فصلی که هوای دبی خوبه بازه. معمولا این چند روز آخرشه که بازه، یعنی تا 5 می فقط بازه، چون بعدش خیلی گرم میشه. و این غرفه هایی که داره مثلا چیزای خاص هر کشور رو داره توش، حالا معماریش مثلا خاصه یا غذاهای اون کشور رو داره، شیرینیاشو داره. یه خلاصه خیلی جالبه. من چند بار قبلا اومدم و غذاشو حالا از خیلی آپشن داره، یعنی همشو نمیشه واقعا امتحان کرد، ولی چند تا چیز امتحان کردم و کلا تجربه جالبیه. نمیشه گفت غذاش مثلا خیلی خوبه و اینا، ولی کلا اکسپریانس خوبیه. و امروز اومدم که حالا فیلم بگیرم یه ذره از غذایی که میخوایم امتحان کنیم و حالا غذا، دسر، نوشیدنی و اینا. نمیدونم چی بخوایم بگیریم، ولی هرچی گرفتیم امتحان میکنم و ویدیو میگیرم براتون که ببینین و امیدوارم که بهمون خوش بگذره. بچه های ورودیشه اول که میاین. خب ما اولین جایی که میخوایم بریم ترکیه است، چون نزدیکترینه به در ورودی. میخوایم اول اونو بریم ببینیم. اینجا پر از این ظرفای ترکی و طرح‌های ترکیه. اینجا هم پر از این دستبندهای خوشگله، گردنبندهای همه چشم. اینجا پاکستانه، بیشتر همه پارچه فروشی و اینا. خب ترکیهش خیلی چیزی نداشت برای خریدن، بیشتر باقلوا و بستنی و لباس فروشی های غیر مرتبط بود، یعنی چیزی نبود که بخوایم بخریم از اونجا. ولی حالا چون دم در بود دیگه گفتم برم. پاکستان هم بیشتر همه پارچه و از این جاکت های چرمی و اینا بود. اینجا فلوتینگ مارکتشه که بیشتر غذاهای آسیایی و اینا داره. سی فودش هم فکر کنم جوریان، نمیدونم چیه راستش. اینجا اسموزی های مختلف داره. من عاشق اسموزی منگو هم. Thank you. همه غذای تایه انگار. اینجا اکتوپوس میفروشه. اینجا هم غذاهای دریاییه.
اینجا بلوط می‌فروشن. اینجا یمنه، اینجا مصر. چون که واقعا اینجا خیلی بزرگه و ما تا ساعت 9 اومدیم، واقعا وقت نمی‌کنیم که همه غرفه ها رو بریم، ولی اکثرش رو حداقل از دم در سعی می‌کنم یه فیلمی بگیرم. حالا اونایی هم که به نظرم جالبه رو میریم توش که یه سری ویدیو. خب اینم از غرفه ایران که به نظرم خیلی قشنگه، واقعا به نسبت غرفه های دیگه خیلی قشنگ درستش کردن و خیلی پر عظمته. حالا الان میریم توش هم نشونتون میدم. اینا تخم شترمرغه. اینجا گیوه دارن. اینجا هم کلی از این ظرفای ایرانی قشنگ هست. اینجا هم غرفه هندشه که خیلی بزرگه به نسبت بقیه غرفه هایی که قبلا دیدیم. اینجا هم یه خیابون کوچیکیه که همش استریت فود هندی هست توش. خب ما اولین غذامون هم گرفتیم که یه چیزیه به اسم دوسا که با 3 تا از این سسا میاد. دوسا یه ذره ازش خوردیم، ولی من میخوام همه این سساشو الان امتحان کنم. بزنم سس اولی، واقعا نمیدونم هیچ کدومشون چیان. مثل خورشتوره، یه ذره تندم هست خیلی. بزنم دومیش، اینو میخوام بزنم. این مثل ماست فکر کنم. آره مثل ماست، خیلی فرش توره. تندی اونو یه ذره میگیره. حالا بزنم تو سس سومی. این هم باز یه مثل خورشیه ولی تنده قشنگ. نمیشه مثلا خالی خورد. نونش هم مثلا مثل یه نون کرانچی طوره، بعد مدل درست کردنش هم خیلی شبیه کرپه به نظرم، ولی خیلی تنده. یعنی برای من میتونم تحملش کنم ولی اونجوری نیست که اصلا تند نباشه. این یه قسمت دیگه است که پر از غذای استریت فوده، همه کنار هم. اینجا هم لقیمات داره، یه شیرینی عربیه که اینجا فرش درست میکنن با دست، خیلی هم خوشمزه است، مثل توپ خمیر. ما میخوایم کباب بستی بگیریم که این کباباش اینجوری لولیه، بعد میذارن لای یه نونی. الان اینجوری دارن درستش میکنن. خب بچه ما الان بوسنیان کباب گرفتیم، این شکلیه، بزرگه. حالا الان میخوام امتحانش کنم ببینم چجوریه
بازش میکنیم. توش این شکلیه. من اشتباه بازش کردم البته، دوباره بازش کنم. اینجوریه. 2 نون پلاش کبابه و سس گوجه است فکر کنم، با کلی پیاز با ماست. حالا یه گازی بزنیم ازش. خوشمزه است، نوشش خیلی نرمه، بو هم نمیده. گاز دیگه هم بزنم. خوشمزه است. این سس گوجه‌ای که این توی دیواره های نونش زده رو خیلی نمیشه حس کرد، کاش میشد اونو بیشتر حس کنیم، ولی در کل خوشمزه است. یعنی جالب. کبابای ایرانی که به پای کبابای ایرانی نمیرسه 100%، ولی باز خوشمزه است. یعنی نمیتونم بگم بده. نونش کبابش هم خیلی نرم و لذیذه. بعد ما دوغم گرفتیم، آیران و نوشابه هم گرفتیم. فکر کنم با نوشابه خیلی بچسبه. حالا فعلا ما بریم اینو بخوریم تا استاپ بعدی. اومدیم حالا اینجا پاستا بگیریم. این پاستاهاشو تو این گردالیا که مثل چیزای پنیره گذاشته. اسمش هم 35 ویل 35 خیلی بامزه است. بچه ما از این پاستایی که خواستیم بگیریم داداشم رفته توی صف وایستاده، بعد نزدیک 10 دقیقه است ما منتظریم و پاستا همین اونجا آماده است تا بعد الان ما فکر می‌کنیم رفتن گوجه رو بسازن. چون با سس پینک ساس گرفتیم، یعنی سس گوجه و یعنی سس گوجه و سس سفید با هم که حالا مثلا ترکیبش میشه صورتی. حالا ببینیم چه جوریه. با اینکه من خیلی سیرم ولی باز دوست دارم امتحان کنم. بعد این ولی فکر کنم دیگه بریم به سمت یه چیز شیرین، یه دسری چیز، یه ذره راه بریم غذا اون هضم. خب بچه‌ها این از پاستای ما بالاخره رسید. قیافش که خوبه، بریم ببینیم مزه‌اش چطوره. خوشمزه است. قشنگ اون سس سفید رو میتونید توش حس کنین چون یه سنگینی خاصی داره، ولی مزهش در کل خوشمزه است. فکر کنم اگه فقط سفیدش رو سس سفیدش رو میگرفتیم دیگه خیلی سنگین میشد. خوشمزه است. با اینکه من خیلی خورم ولی کنم بتونم به از این بخورم. بهش تامز آپ میدم. تا الان 3 تا چیز امتحان کردیم، همش خوب بوده. اولیه به نظرم از همه ریتینگش رو پایین‌تر میدم چون خیلی شور بود و شنگارم افتاد، ولی خیلی شور بود و مثلا خیلی خاصی نبود با اون مثلا به نسبت قیمتی که داری، مثلا به نسبت پولی که داری پرداخت می‌کنی. دومی هم خوب بود به نظرم، خیلی گوش داشت، خوشمزه بود و قشنگ آدمو سیر میکنه. من حالا چون دارم با داداشم شیر میکنم میتونم از چیزهای مختلف قشنگ ترای کنم. اینم به نظرم آپشن خوبیه. حالا اگه توش مثلا یه پروتئینی هم داشت بهتر بود، ولی اینطوریش هم به نظرم خیلی خوشمزه است. حالا فکر کنم بعد این بریم یه جای غرفه دیگه، بعد بریم سمت دسر.
خب الان میخوایم بریم توی غرفه آفریقا. اینجا پر از این چیزای قشنگ داره. خیلی قشنگه. اینا هم از این کرم و روغن و ایناست. No, just try. Try. It's okay. No problem. I will try for you. It's okay. Thank you. اینجا اومدن یه روغن رو امتحان کنم. For hair, for body moisturizer. کرمه. You mean I will try for you scrub? Oh no, this is okay. Thank you. I know. I didn't. اینجا یهو بهت گیر میدم ول نمیکنم، من مجبورم سریع رد کنم. این کرما خیلی به نظرم شنیدم که خیلی مویسچرایزینگ و آبرسانای خوبی هم. بگا کیفاش هم خیلی قشنگه. اینجا رو دیگه نمیریم، ولی اونجا واسه اروپاست، اینجا آمریکاست، اینجا کره است. امروز الان ساعت 11:30 نزدیک بستنشه، بخاطر همین نمیتونیم راه بریم، ولی فکر نمی کنم حالا اروپاش و آمریکاست خیلی جالب نیست، شاید کره و ایناش یه ذره بهتره. اینجا هم یه جاییه که معمولا کنسرت و اینا میذارن، خیلی بزرگه. یه شیرینیه به اسم لقیمات که الان داریم میگیریم. این توپا رو قشنگ میذارن تو روغن، خیلی هم خوشمزه است. بعد معمولا روش یه سوسی میریزن، مثلا سس خرماست. این هوای عمانی. خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت دسره. میدونی من چقدر عاشق چیزای شیرینم و از بعد اون که پیتزا رو خوردیم، پیتزا چیه، پاستا رو خوردیم، همش به فکر اینا بودم. این الان همونایی که نشونتون دادم، توش لقیماته، روش هم شیره خرما هستش. میتونین مثلا عسل بریزین یا شکلات، ولی ما شیره خرما ریختیم. خیلی هم داغه. داداشم الان داره میگه که سرد میشه، بدو ویدیوتو بگیر. خاطر همین باید سریع بخورم و تا بهش بدم که بخوره. خب بریم اولی بخوریم. خیلی خوشمزه است و خیلی شبیه اون بامیه خودمونه. خیلی هم سبکه، یعنی مثلا خیلی سنگین نیست، چون فقط یه مثلا نون و آرد و این چیزاست. من خیلی اینو دوست دارم، با چایی خیلی میچسبه. حالا متاسفانه اینجا خیلی گرمه واسه چایی، به خاطر همین چایی نمیگیره. It's okay. بیا امیرعلی. من دادم به امیرعلی چون الان با نگاهش داشت منو میخورد، دیگه نمیخواستم انقدر اذیت بشه. ولی ما دیگه بعد از این فکر نکنم جای دیگه بریم. میخوایم که دیگه الان اینجا داره میبنده یواش یواش، تقریبا ساعت 11:40 ایناست.
با اینکه خیلی دیر اومدیم ولی فکر کنم اکثر جاها رو تونستیم بریم، حداقل سریع از جلوش حتی رد بشیم. به خاطر همین فکر کنم خوب بود و واقعا بیشتر از این هم من نمیتونستم بخورم. یعنی همین که با مامان و داداشم آمده بودم خیلی کمک کرد که غذا رو با هم شیر کنیم. اینجا هم این پشتم غرفه ایران بود که با هم رفتیم، از نزدیک ببینیم، خیلی قشنگ بود و هوا هم خیلی عالی بود واقعا به نظر من. مامانم گفتش که خیلی گرم شده ولی چون که من تازه اومدم احساس میکنم که به نسبت مثلا تابستونا واقعا خیلی هوا قابل تحمل‌تره و خب میک سنس میکنه چون الان اینجا بازه به دلیل اینه که خب خیلی هنوز هوا گرم نشده دیگه. خلاصه همین، مرسی که ما اومدین و امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه. بوی اینجا خیلی خوبه. اینجا انواع و اقسام عسلا رو داره که از جای مختلف هستش. شمشیر و گردنبندهای مختلف و اینجا الان تقریبا ساعت 12 است و همچنان خیلی شلوغه. البته اکثر غرفات که دارن بسته میشن که یه وقت رفتن به خونه است. خداحافظ گلوبال ویلج، تا سال دیگه.